سلام بچه ها، خوش اومدید به یک ویدیو دیگر. من مستقبل هستم و بچه قبلی که داخل این ویدیو بریم و کمیت بدوارز اما با فنج رو بازی کنیم. بله بچه ها، من کلا قرار داخلی همچین حالتی پیویپی کنم و کلا همه کار رو انجام بدم. پس بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، آمدیم به دست اول که درفشن یه دونه روشن بری. این از فرستاشمون. خب حالا ما باید چیکار کنیم؟ یه دونه اینا بگیریم و بعد اینجا را بیفتیم. چرا ولی کدوم یکی دارید که بیاد و براتون با F5 تصویری بزنن که حالا در ادامه ویدیو یه منواک هم تستش رو میخوام برم. آره پس خلاصه تا آخر ویدیو باشید که حال میده. خلاصه این بهتر من روشن کردم بلاک اوورلی. خب اینجوری میتونید بفهمید که مثلا این چیزتون دقیقا کجاست. بعد که شما میتونید بفهمید این دقیقا کجاست، خیلی راحت تره براتون کارهای مثلا چیز کردن. چجوری بگم؟ الان ببینید الان مثلا اگه روی این بلاک پایین باشه ببینید اونجا این یه خط سفیده اونجا میشه، ولی اگه روی این باشه این شکلی میشه. سر همین میتونی بفهمی داری کجا رو. این مثلا الان بالا یک منواکی میشه رفت. ولی داخل پی وی پی از همه سخت ترین حالت، بخاطر اینکه حالا خودم شخصه اصلا تا حالا نتونستم با یه همچین حالتی درست و مثل آدم پی وی پی کنم. گپل رو میخوریم. تلاش برای زدن که میمیشم. خب حالا ما باید تلاش کنیم که این بعدا رو به سختی بگیریم به کامبو و خلاصه بمیریم که یه همچین حرکتی که اگر انجام بشه روش رو انجام نشد. این هم خراب شد. بس این از حالا که ما اینو زدیم، خب اونجا چیکار کنیم؟ این شکلی کنیم و بلاک عوض بکنم. شما نمیتونید درست بگیم ولی حالا
بهتون میگم به چه ساعتی میفته که الان مثل یه مشکلی که داره این چیزی که هم دارم واسه شما رکورد میکنم اینه که یهویی موس از توش جدا میشه. خب چجوری بگم موس از توش جدا میشه؟ مثلا اینجوری که مثلا یه سری ما میبینی یه موس رادیو واسه سبه این یعنی که اشتباه، این نشونه بدی، بخاطر اینکه یعنی که یه اتفاقاتی داره میفته. 8 تا اوکی، خوبه برو این تا نیامده برم خودم با کوکن هست چه داره مدراشین کرد. بودو خب میم اینجا اینا نه بلوک میکنیم نمیندازیم اینجا این چیکار میتونیم کنیم؟ بزن ای بابا رو ببینید. بعد میبینیم چه کاری آکوا مونده. خب یعنی چیکار میکنیم؟ اونو میزنیم پولمون رو فرار میکنیم به سمت بدش. ما اینجا بیایم همین اینجا آکوا اومده اینجا، ولی عجیبه که بده من نزده. پس چون کنیم یه دونه اینجوری دوباره راششو میدیم. الان اینو که یلو فاینال شده که اینو ما اینجا بعد اینجا دوباره بر راه بیفتیم به سمت بده این برادر. بدید شاید هم دور بده سر تا سر مپ رو زکر بافتیم که حالا نمیدونم چیکار کنده چون بده من که تو دستاش باشه. میرفت از برادر هم اینو میگیریم راه میتونیم بتریم. فایبال جان بچه بخیلی همچین حالتی یک ذره که خیلی خطریه. خب پس ما همینجوری آروم پیش روی میکنیم به سمت بده برادر. خود اشکال نه دیده هستم بچه ها 4v4 میریم برای F5 که سخته بچه ها. لطفا ساب کنید ما زودتر 100 تایی بشیم. اون پاکی یاد چه بهتون نشون دادم و بذارم. پس زودتر ساب کن پسر. من اگه 100 تایی بشم یه پک میدم یادت نره. اونجوری یه بار دیگه این چالش زد کم ولی با یه دراپ پیس خیلی شدید که اون دیگه حالا نذاشتم براتون. تو اون یکی که بدفنم چیزی که شما میدید خیلی بده. پس ولش چیکار میکنیم ولش
که من تک دارم اینجوری میرم، خب یه بتونم بدشونم حتی بزن عمرن بتونم بدشون بزن همین. و بهترین چیز جهان تیم اصلا فایر بال اسپم اصلا. خب ما اینجا باید AFK کنیم. AFK اینه که گرفتیم اینجوری نه اینا بعد اینجوری میدید اینا متاسفانه نوب هستن. البته که در استک دارم بهترین کار رو انجام میدم، ولی خب نوب هستن. کسی داخل 4v4 اصلا یه همچین جایی نمیره که اینا دارن میرن. برعکسشون بهتر از این که همشون یهویی یه جا. بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و کلا دیگه تا ویدیو بعدی بدرود.